چقدر آسونه که بزرگترین ناو هواپیمابر جهان رو سرنگون کرد. USS جرالد آر فورد یکی از بزرگترین دستاوردهای مهندسی بشره. این ناو وزنی حدود 100,000 تن داره و میتونه 90 هواپیما رو روی عرشه 337 متریش جا بده. این تقریبا برابر با 4 زمین فوتباله. اما این موضوع باعث میشه به یه هدف بزرگ هم تبدیل بشه. برای دفاع از خودش این ناو مجهز به 3 سیستم سلاح برد نزدیک فالانکسه که میتونه 75 گلوله در ثانیه شلیک کنه و هر هواپیما یا موشکی رو تا فاصله 1750 متری نابود کنه. علاوه بر این 2 تا پرتابگر موشک ریم 162 سی اسپارو داره که برای نابود کردن موشک‌های ضد کشتی اولتراسونیک طراحی شدن. 2 تا ریم 116 4 سیستم مسلسل MK38 25 میلیمتری و در نهایت 4 مسلسل M2 کالیبر 50 داره.